با سلام و روز بخیر خدمت بینندگان عزیز تلویزیون. ما ایرانی ها خیلی علاقه زیادی داریم به داشتن ملک و خونه که البته خیلی هم خوبه، به ما حس مالکیت میده. ضمن اینکه در این کشور با گرفتن مورگیج و وام این کار برای ما بسیار هم آسون میشه، ولی غافل از اینیم که خودمون رو زیر بار یک بدهی بزرگ به اسم مورگیج میبریم و فکر نمی کنیم که اگر خدایی نکرده اتفاقی برای ما بیفته بر سر این مورگیج و بدهی بزرگ چه خواهد اومد، خانواده ما چه وضعیتی پیدا می کنند و بانک با این مسئله چجوری برخورد میکنه. همیشه داشتن یک بیمه به اسم بیمه مورگیج به ما توصیه میشه. داشتن بیمه بسیار بسیار خوبه و بهترین راه حله، ولی آیا معایب بیمه مورگیج رو میدونیم؟ میدونیم که بیمه دیگه وجود داره که نه تنها مورگیج ما رو بلکه بسیاری مسائل دیگه ما رو هم میتونه پوشش بده. بیمه‌ای که منافع ما و خانواده‌مون رو حفظ میکنه، نه منافع بانک ها رو. بهتون توصیه میکنم در مورد این بیمه که بیمه عمر هست حتما با ادوایزرتون صحبت بکنین و اگر بیمه مورگیج دارین خیلی خیلی سریع بررسی بکنین و اون رو به یک بیمه بهتر تبدیل بکنین. تا هفته آینده شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.